در دهات توگرک ناحیه واسه این زمین رو خوجگی دهقانی به نام شهباز استفاده میبرد. اعضایان خوجگی امسال در میدان 10 هکتار زمین پنبه‌دانه کشت نموده برای به دست آوردن حاصل بلند محنت کرده ایستادند. تا 10 روزه اول ماه ایون کارهای یگانه غذادهی و دیگر تدبیرهای کارکرد بین قطاره‌های نیالهای پخته را سری وقت و با صفت بلند دهقانان انجام دادند. اوزخای حکومت دادیم خیر با کلتیواتور اینا چوبک کسیم چوبک سیما کردیم ناسکارا بعد یا 3 روز او قرطه آب گرفتیم قرطه گذاشته بلوگیدا ای قرطه دا 3-4 روز بعد آب است میگیریم آب چخیله آب 100% سوزش سوزای آب کمتر دیرم شده باشه خیر برای پخته وقتش خواهد شد. انا بعد از اون که گندم حاصل گرفتیم خیر حاصل بعد نگرفتیم تو سیسینری گرفتیم حاصل گندم انا جوش تیار کردیم ناسکارا امروز تو فقط جوگوری مکا جوگوری دون کیش تکراری جوگوری دون کردیم شنوندیم آبشا امروز سر میکنیم آبی جوگوری دون. روز 12 ایون گروه کاری مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شناسایی با وضع حالت کشاورزی در دهات توگرک را از همین زمین‌ها شروع کردند. در دهات توگرک دهه صلح‌آباد این موضع زمین‌هایش حاصل خیز میباشند. سال گذشته نه کم از 50 سنتیمتری حاصل پخته دادند. در خوجگی دهقانی یکتود و زمین‌های همسرحدیان استفاده ثمرناک زمین‌ها به راه مانده شدند. اعضایان گروه کاری که از نمایندگان کمیته زمین، ریاست کشاورزی، متخصصان جماعت دهات عبارت بودند. در صحبت با دهقانان از شرایط کاری آنها خبردار شده برای استفاده تجربه پیشقدم دهقانان را قید کرده گرفتند. از زمین کرامی آبی موجود بوده 1180 هکتارش در سال جاری پخته کش کرده شده است که نشونمای پخته درست برای مونده شده. تمام خوجگیداران تا این دم عضوخه یکم را دادند و آمادگی با عضوخه دیم دیده ایستادند. در 70 هکتار زمین پیاز کش کرده بودیم، در 42 هکتار زمین کارتوشکا پیاز و کارتوشکا جمع‌آوری کرده شد. در جای پیاز و کارتوشکا امسال پخته کش کردیم. در 380 هکتار زمینی که در زمین‌های آبی غله کش کرده شده بود هم الان جمع‌آوری غله به اتمام رسیده است. در زمین‌های از غله خالی شده من دهقانان کشتی تکراری گذارنده ایستادن. اصلا کشتی تکراری مکای دان و موش لوبیاگیا گذارنده این چنین آبچکاری هم کرده ایستادن که اینا پورا دوام دارد. سفر ما همراه گروه کاری ادامه یافت. در دهه عبرت خوجگی دهقانی به نام بابای تقیقل و دیگر خوجگی ها پیشرفت می باشد. فعالیت این خوجگی به ساحه پخته‌کاری روانه گردیده است. از روی اطلاع سردار خوجگی پنبه‌دانه را روز 1 مارس کش کردند. از روی حالت نشونمای نیالها نیمه دوم ماه ایول به جمع‌آوری حاصل پخته شروع میکنند. در این زمین ها باشد بعد جمع‌آوری حاصل یکم در کشت تکراری دهقانان شالی کاریدند. همین طور از روی مشاهده ما در دیگر زمین‌های کشاورزی حدودی دهه عبرت استفاده زمین‌ها خوب به راه مانده شدند. برای کشت تکراری آب پالیزی تامین کرده شده است. امسال آب پالیزی را قریب که 1 ماه پیشتر ما در جوبارا سر دادیم. از 14 ماه اپریل آب من پالیزی اومد در دو کانالی که من کانال پایتوق و کانال کلابدارو لکه آب تامین است. خوجگیداران کدام زمینی که با آب تیار است آب گرفته ایستادند. در دهات توگرک در دهه به نام حسن قربانو باشد از روی مشاهده دهقانان به جمع‌آوری حاصل سبزیجات مشغول می باشند. نیمه دوم ماه ایون دوره جمع‌آوری حاصل سبزی می باشد. ساکنان دهه به نام حسن قربانو و دهه‌های پهلوی آن شغل اساسیشان دهقانی است. در دهه اتفاق طور معین گردید برای رشد و رونق ساحه کشاورزی شرایط‌های مساعد فراهم آورده شدند. در ناحیه واسه در دهات توگرک در برابر ساحه پخته‌کاری به سمت سبزیجات و آبچکاری امسال توجه کلان دهقانان ظاهر کردند. نتیجه رفت شناسایی گروه کاری مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه باشد در دهات توگرک در ملاقات با ساکنان و رهبران خوجگی‌های دهقانی جنبش کرده شد. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهروف از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید.